ما جنایتکار هستیم در نزد پروردگار. روز می شود که ما و شما را پروردگار برای بینمازی در محکمه سودی خود می کشد. لیکن نه این گونه. این زندان ها خیلی خفیف هستند، خیلی ساده هستند و راحت زیاد دارند. لیکن خداوند به ما و شما در قرآن چی میگوید؟ سوره حاقه: خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. این بنده بدبخت، این انسان بینمازی که نماز نخوان، خذوه فرمان میدهد خداوند، به فرشته ها فرمان میدهد گیرید وی را، گیرید وی را. خذوه فغلوه. بعد گرفتن غل در گردن او اندازه. غل مثل یک بنده که در گردن یک چاروا، در گردن یک خر می اندازند، در گردن او یک غل اندازه. چیکارش کنین؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. گرفته جحیم برینش، برین همون دوزخی که در دنیا می گفتیم.